این میشه u به توان n به اضافه 1 تقسیم بر n به اضافه 1 به اضافه حالا یه c که همون کانستنت ولیوه، مخفف کانستنت که اینجا n نباید منفی 1 باشه. سلام رفقا، من مهداد وصیحی هستم و امروز میخوام یه سوال خفن و جذاب براتون از مبحث انتگرال حل کنم. من سورسش رو بگم واسه کجاست. واسه از توییتر هستش سورسش، یا همون X نامگذاری کردن جدیدن. قبل از اینکه بریم سراغ سوال و من سوال حالا بخونم، حتما این ویدیو لایک کنین و چنل ما هم همین الان سابسکرایب بکنین و اون زنگوله کنارش هم که بزنید تا اولین نفری باشین که ما وقتی ویدیو آپلود کردیم بیایم و ببینیم. و کامنت هم اگه دوست داشتین بزنین و ویدیو حتما با دوستاتون به اشتراک بذارین. خیلی خوب، دیگه بریم سراغ سوال. من سوال رو بخونم براتون. گفته که انتگرال 3 رادیکال x به اضافه 2 به توان 5 کلن تقسیم بر رادیکال x dx، المانش x یعنی نسبت به x و از این عبارتی که حالا اینجا می‌بینید انتگرال بده. گفته این حاصلش چقدر میشه. خب حالا بریم ببینیم که این سوال چجوری حل میشه. خب برای حل این سوال ما اول بیایم یه تغییر متغیر کوچیک بدیم. بیام من 3 رادیکال x به اضافه 2 بگم مثلا u، یه متغیری. حالا من گفتم u، بیایم حالا u بگیریم 3 رادیکال x به اضافه 2 گرفتم u. خب حالا ما باید این dx هم بر حسب همون u بنویسیم. حالا بیایم از این عبارتی که نوشتیم این بالا این مشتق بگیریم. این همون پوینت یعنی مشتق عدد ثابت که صفره، طبیعتاً بکنم باید همه بلد باشن مشتق هر عددی کانستنت ولیو باشه صفر. بعد رادیکال x هم که مشتقش میشه 1 به روی 2 رادیکال x. حالا من یه فرمولم اینجا الان میگم میشه، یعنی سه هم که ضریبه میشه 3 به روی 2 رادیکال x dx مساویه با du. خب حالا ما dx رو میخوایم دیگه. dx مساوی میشه با 2 رادیکال x du تقسیم بر 3. خب حالا من یه فرمولم واسه کلا مشتق هر عبارتی بگم. یه مثلا u داشته باشین، این u مثلا به توان n باشه، این مثلا پوینت یعنی مشتق بگیم میشه مشتقش میشه n u پوینت، یعنی نسبت به u مشتق بگیریم و ضرب در u به توان n منهای 1. الان واسه همین رادیکال x 1/2 توانمونه. حالا بیاین جایگذاری بکنین همین میشه، طبق این به این جلو همینی که اینجا در اومده میشه و سه هم که ضریب باهاش کاری نداریم. خب حالا بیایم این متغیرها رو ما جایگذاری بکنیم توی انتگرالمون. انتگرال طبق متغیرهای جدیدی که ساختیم بسازیم. اینو گرفتم u، یعنی میشه u به توان 5 تقسیم بر همون رادیکال x رو که داریم و dx هم که اینه، این میشه ضرب در 2 رادیکال x du تقسیم بر 3 که اینجا دیگه یه بزن راه میفته. این رادیکال x ما این رادیکال x میره ساده میشه. بعد 2/3 حالا اون کانستنت ولیو باز ضریبا از انتگرال میتونن بیان بیرون، یعنی من اینو میتونم به صورت 2/3 انتگرال u به توان 5 du بنویسم. خب بعد انتگرال u به توان 5 du هم که میشه u به توان 6 ششم. حالا این فرمولای انتگرال گیریه دیگه. حالا مثلا من اینجا میخوام یه اشاره‌ای بکنم اینطوریه، مثلا انتگرال اینجا u پریم باشه
یو پریم ولی مشتق بشه. مثلا اینجا مشتق یو پریم یک دیگه، یک بغلش هست ضرب شده. ضرب در اگه یو به توان انی باشه نسبت به دی یو، یعنی نسبت به یو ما داریم انتگرال میگیریم، این میشه یو به توان n به اضافه 1 تقسیم بر n به اضافه 1 به اضافه حالا یه c که همون کانستنت ولیوه، مخفف کانستنت، که اینجا n نباید منفی 1 باشه، چون منفی 1 باشه اینجا صرف میشه، اون بحثش جداست. انتگرال یو به توان منفی 1 دی یو میشه ln یو، ln قدر مطلق یو که حالا اون جداست، اون قسمت ویژه است. حالا ما باید طبق این پیش بریم دیگه، چون که اینجا منفی 1 نیست 5. خب پس جایگذاری میکنیم طبق همین فرمول مینویسیم انتگرال یو به توان 5 میشه یعنی 2/3 ضرب یو به توان 5 به اضافه 1 تقسیم بر 5 به اضافه 1، حالا به اضافه c رو من آخر سر مینویسم، میشه 2/3 یو به توان 6 شیشم شامل ضربه، که حالا این ساده سازی هم بکنیم میشه یو به توان 6 نهم، که یومون چی بود؟ یومون این بود. خب یعنی در کل میرسیم به 3 رادیکال x به اضافه 2 به توان 6 تقسیم بر 9، حالا به اضافه یه c، گفتم c آخر سر بنویسم، یه کانستنت ولیو دیگه. خب انتگرال پس این عبارت میشه این، یعنی از شما بیاین از این مشتق بگیرین باز به همین عبارت میرسین که توی انتگرال. خب این هم بود از سوال امروز. خیلی خوب دوستان، این هم بود از سوال امروز. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و لذت برده باشین و یه اطلاعاتی به معلوماتتون اضافه کرده باشه. اگه ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک کنین و کانال ما همین الان سابسکرایب بکنین و اون زنگوله کنارش هم خیلی محکم بزنین تا اولین نفری باشین که میایم و ویدیوهایی که ما در آینده آپلود خواهیم کرد رو میبینین. کامنت هم بذارین، پیشنهادی، انتقادی، چیزی یا راه حل جدیدی برای سوالاتتون ارائه بدین و اینکه ویدیو هم با دوستاتون به اشتراک بذارین و همین دیگه. یه چیزی بزن همین نمیرسه. مثل همیشه بهترین آرزوها براتون میکنم و تا ویدیوهای بعدی فعلا بهتون.